میگویند نمیتوان یک تکه کاغذ را بیش از 8 بار تا زد. برای آزمایش این افسانه کارلی یک ورق کاغذ برداشت و شروع به تا زدن کرد. همانطور که انتظار میرفت تا رسیدن به بار هفتم اندازه کاغذ تقریباً به اندازه یک تلفن هوشمند شد و آنقدر ضخیم بود که دیگر نمیشد آن را تا زد. اما اگر از یک ورق بزرگتر استفاده می‌کردند، آیا می‌توانستند بیش از 8 بار تا بزنند؟ برای بررسی این ایده، یک ورق 12 در 15 اینچی آوردند. نظریه این بود که ورق بزرگتر راحت‌تر تا می‌خورد. تا بار سوم متوجه شدند که اندازه کاغذ با سرعت عجیبی در حال کوچک شدن است. در تای هفتم فشار بسیار زیادی لازم بود تا ورق خم شود. برای تای هشتم مجبور شدند از ابزار استفاده کنند و با چکش آن را تا بزنند. در این نقطه به نظر می‌رسید افسانه درست است. اما برای شکستن طلسم تای هشتم به ورق بسیار بزرگتری نیاز بود. برنامه این بود که ورقی به اندازه یک زمین فوتبال تهیه کنند. ساخت چنین ورقی 3 روز و 3 شب طول کشید تا سرانجام بزرگترین ورق کاغذ جهان آماده آزمایش نهایی شد. همه با احتیاط یک سمت کاغذ غول‌پیکر را بلند کردند و به سمت دیگر کشیدند. به دلیل اندازه عظیمش هر مرحله باید با دقت کامل انجام میشد. هر بار کاغذ دقیقاً در زاویه 90 درجه تا می‌خورد. در تای هفتم وزن کاغذ به طرز باور نکردنی زیاد شده بود. فقط یک تای دیگر باقی مانده بود تا افسانه شکسته شود. همانطور که انتظار می‌رفت، هرچه ورق بزرگتر باشد، تا زدن اولیه آسان‌تر است. افسانه رسما باطل شد، اما آنها در همینجا متوقف نشدند. در آن مرحله نیروی انسانی دیگر کافی نبود. پس از غلتک بخار استفاده کردند. در نهایت نه تنها از مرز 8 تا گذشتند، بلکه به عدد خارق العاده 11 تا رسیدند. شاید یک رکورد جدید جهانی.